بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم که قوم خود را پیش از آن که عذاب دردآور بر سرشان فرود آید بیم ده. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. گفت ای قوم من بیم دهنده روشنگرم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الله را بپرستید و از او بترسید و به من اطاعت کنید. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. تا گناهانتان را ببخشاید و شما را تا مدت معین مهلت دهد، زیرا آن مدت خدا وقت آید اگر بدانید دیگر به دیر نیفتد. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. گفت ای پروردگار من قوم خود را شب و روز دعوت کردم و دعوت من جز به فرارشان نیفزود. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. و من هر بار که دعوتشان کردم تا تو آنها را ببخشایی انگشتها در گوشهای خود کردند و جامه در سر کشیدند و پای فشردند و هرچی بیشتر سرکشی کردند. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. پس آنها را به آواز بلند دعوت کردم، باز به آشکار گفتم و در نهان گفتم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سپس گفتم از پروردگارتان بخشایش بخواهید که او بخشاینده است تا از آسمان برایتان پی در پی باران فرستد و شما را به مالها و فرزندان مدد کند و برایتان بوستانها و نهرها بیافریند. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. شما را چی می شود که از شکوه الله نمی ترسید حال آن که شما را به گناه های گوناگون بیافرید؟ آیا نمی بینید که چگونه الله 7 آسمان طبقه را بیافرید؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. و ماه را روشنی آنها و خورشید را چراغشان گردانید و الله شما را چون نبات از زمین بیرویانید، باز شما را به آن باز میگرداند و باز از آن بیرون می آورد. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. و الله زمین را چون فرش برایتان بگسترد تا بر راه‌های پهناور آن بروید. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. نوح گفت ای پروردگار من، آنها فرمان من نبردند و با کسی پیروی کردند که مال و فرزندش جز به زیانش نیفزود. ومكروا مكرا كبارا. مکر کردند مکر بزرگ. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. و گفتند خدایانتان را ترک نکنید، ود و سوا و یغوث و یعوق و نصر را ترک نکنید. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. بسیاری را گمراه کردند و تو جز به گمراهی ستمکاران نیفزای. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. به جزای گناهشان غرق شدند و به آتش رفتند و جز الله برای خود یاوری نیافتند. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. و نوح گفت ای پروردگار من، بر روی زمین هیچ یک از کافران را مگذار که اگر بگذاریشان بندگان را گمراه میکنند و جز فرزندان فاجر و کافر نیاورند. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ای پروردگار من، مرا و پدر و مادرم را و هر کی را با ایمان به خانه من وارد شود و نیز مردان مؤمن و زنان مؤمن را ببخشای و ستمکاران را جز به هلاکتشان میفزای. سوره نوح از 28 آیت عبارت است. پایان سوره نوح. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش می رویم. به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستور عمل انسان، هر یکی شما را خوش آمدید میگویم به شبکه ما. و ما موافق وعده امروز نیز روز شنبه است
و مستقیما برنامه دانش و سنجش را برای امروز انشاءالله آغاز میکنیم. و همه آنهایی که این لحظه ها علاقه پیوست شدن به شبکه ما، شما میتوانید رقم کد را نوشته کنید 956 7068 و وارد برنامه شوید. مرحمت 956 7068. در واقع امروز سوال هایی که ما انتخاب کردیم به نهایت سوال های عادی و آسان است و تا آن وقتی که شما داخل به برنامه میشوید ما باز یک کوتاه نوار تماشا میکنیم، چون وقتی برنامه ما وقتی نماز مغرب نماز شام اروپا درست می آید، از این رو انشاءالله پس از چند لحظه ما باز با میخوریم، چون نوکک ما نماز مغرب را خوندیم و بعضی کارهای تکنیکی جابجا نشد. از این خاطر یک چند دقیقه کوتاه همگی 3 دقیقه و 20 ثانیه شما نوار تماشا میکنید انشاءالله و برابر با تماشا کردن نوار میتوانید داخلی بازی دانش و سنجش شوید. و کد رو من باری دیگر این لحظه اعلان میکنم و در زیر در چت نوشته میکنم. همه آنهایی که علاقه پیوست شدید لایک مونید و نوار رو به دیگران نیز تقسیم کنید. انشاءالله ما پس از چند دقیقه دیگر باز انا همینجا با میخوریم و در داخلی بازی انشاءالله که اشتراک میکنیم. من در چت نوشته میکنم رقم کد را. به نام الله بخشاینده مهربان. این لحظه میخواهم یک قصه از روزگار صحابگان نقل کنم. صحابه کرام انس بن مالک هر گاهی که محاربه شدید توستار را به یاد می آورد گریه می کرد. در جنگ وزنین و خونین یکی از قلعه های بزرگترین فارس ها به دست آورده شده بود. این محاربه نهایت سنگین و مشکل بود و 1.5 سال طول کشیده بود. در این جنگ 30,000 مسلمانان بر ضد 150,000 ارتش مبارزه بردند و در تاریخ یکی از محاربه های بیرحمانه نام برده می شود. حالت همان وقت نهایت مشکل بود، اما در نتیجه مسلمانان غالبیت به دست آوردند. لیکن این غالبیت مسلمانان بعدی برآمدن آفتاب بود، یعنی نماز بامداد را بعد آفتاب برآمدن ادا کردند، یعنی همان روزی که غالبیت به دست آمده بود. انس بن مالک از آن گریه میکرد که بار اول در حیاتش نماز بامداد را از دست داد. وی گریه میکرد، آبی چشمانش میریخت، هرچند سبب داشت، چون که چیزی بزرگترین را از دست داده است. شادی غالبیت در جنگ با اندوه ادا نکردن نماز بامداد در احساسشان آمیزش یافت. بعد محاربه گستار ابو موسی الاشعری می گوید: به الله قسم نماز بامداد را از دست دادم. برای من نماز بامداد به از 1000 غالبیت است. سبحان الله. گریه ها برای ترک یک نمازی که به سبب نبود. وای بر حال آن عمری که از 50 گذشته است و به درگاه خالق آن اللهی که آفریدشان سجده نکرده، توبه نکرده و باز بی‌پروایند. الله سبحانه و تعالی ایمان ما را زیاده گرداند و به راه راست ما را هدایت فرماید و از ترک کردن نمازها امین نگه دارد و توبه ما را بپذیرد. خانه آباد و سربلند باشد. به شبکه
تلگرامی ما داخل شود و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کند و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک می کند. ما با هم پیش می رویم. باری دیگر درود میگویم تماشابینان عزیز و فکر میکنم که این لحظه ها ما توانستیم و شما صدا را میشنوید. خب خوش آمدید به شبکه قرآن دستور عملی انسان باری دیگر و من چت را با واسطه تلفن نگاه میکنم چون در اکران من چت دیده نمی شود. از این خاطر شاید در خواندن بعضی گفته های شما، نوشته های شما شاید کمی دیر هم کنم، از این را معذرت میخوام. و خب ما چون که وعده کردیم آماده هستیم و این لحظه علاقه من نگاه دارم که تقریبا 15 نفر داخل به برنامه ما شدند. طرز داخل شوی را در کنار من شما میبینید. مرحمت در کنار من طرز داخل شدن به برنامه هست. میتوانید این گونه کهود نقطه ایت نوشته کنید و داخل به برنامه ما شوید. مرحمت. عین حال من آنهایی که داخل برنامه شدن و شما نشان میدم. مرحمت. رقم گیم پین ما 956 70 68. هر یکی شما میتوانید به واسطه این داخل به برنامه ما شوید. خب انشالله که صدا رو خوب میشنوید و نقصه انشالله که نیست. و خوش آمدید میگم باری دیگر همانهایی که داخل به برنامه ما شدید. ابراهیم، آیت الله، وحدتی، عبدالله، صالح، عبدالعزیز، علی، منیشا، احمد، آمینه، نورعلی، صبوحت، محمد امین، همیرا بخاری و بهادر آنهایی که الکی داخلی برنامه ما شدند. خوش آمدید. هر یکی ما و شما میتوانیم در برنامه اشتراک کنیم. تماشابینان عزیز کهود نقطه ایت نوشته کنید و در جایی که گیم پین نوشته شده است آن پینی که ما نوکک اعلان کردیم آن پین را نوشته میکنید و در جای نیک نیم نام خودتان را نوشته میکنید و داخل به برنامه میشوید. خب خوش آمدید میگم باری دیگر همانهایی که نوکک داخلی برنامه ما شدند و شما مستقیما از شبکه قرآن دستور عملی انسان برنامه دانش و سنجش را تماشا میکنید و امروز سوال های خیلی عادی و آسان را ما انتخاب کردیم. خب سوال ها در قسمت اولی برنامه آموزش است از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و قسمت دیگر باشد از نوار گذشته ما و هر کسی که نوارهای گذشته ما را تماشا کردند انشاءالله که به پیش به های اول شما میبراید. و این لحظه ها 19 نفر داخل برنامه ما هستند و در چت من نگاه میکنم که اکثریت علاقه داخل شدند و فراموش نکنید لایک مانید تا که به ما کمک کنید و به دیگران نیز آگاه شوند و دیگران نیز داخل به برنامه ما شوند و توانند که یک جای با ما و شما رقابت کنند. و خیلی خوب خوش آمدید میگم همانهایی که نوکک پیوست شدید، نوکک داخل به برنامه ما شدید. خیلی خوب. و اگر زید نباشد قسمت اول را آغاز میکنیم و آنهایی که نتوانستند داخل برنامه ما شوند آنها انشاءالله که در قسمت دیگری بازی پیوست میشوند
چون وقت رو غنیمت داریم و چنانه که ما هر هفته اعلام میکنیم انا همین وقت و ساعت آغاز می شود و کوشش میکنیم در آینده نیست هر وقتی که برنامه رو آغاز میکنیم یک و یک بار داخل به برنامه میشویم چون که وقتمان را احتیاط کنیم غنیمت دانیم و انشالله شما نیز در آینده کوشش میکنید در وقت ساعتی معین داخل به برنامه ما میشوید و من انشالله سه جواب اولی که درست به واسطه چت نیز آماده می شود آن را نیز می خوانم انشاءالله. و بیایید ما آماده هستیم و اگر شما نیز آماده باشید قسمتی اول را آغاز می کنیم. خب خیلی خوب. نه سوال اول بین ساختمان اولین مسجد الحرم و دوم مسجد الاقصی چند سال فاصله بود؟ چند سال فاصله است؟ 40 سال، 50 سال، 125 سال یا اینکه 25 سال؟ وقتی مسجد الحرم را میسازند بعد از چند سالش مسجد الاقصی ساخته می شود با زبان عادی تر. اینک جواب های درستی شما. و میبینم که الکی چند نفر جواب گفتند. جواب های درست را نیز میجویم شاید جواب های درست در چت ما پیدا شود. و خیلی خوب همگی 7 نفر جوابی درست گفتند. بله 40 سال. بین ساختمانی اولین مسجد در روی زمین مسجد الحرم و دوم مسجد الاقصی 40 سال فاصله بوده است. و شرح نمیدهیم امروز سوال ها را تماشابینان عزیز و هر یک شما اگر خواهید معلومات زیادتر پیدا کنید امروز الحمدلله خیلی طرز پیدا کردن معلومات نیز زیاد شده است. مرحمت میتوانید شرحی انا همین سوال ها و جواب ها را جستجو کنید. و سوال دیگر میگذاریم. بعد از آن که ببینیم که به پیش گذشته احمد جان جای اول آیت الله عبدالله احمد و محمد علی آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد من شما را تبریک میکنم. سوال دو وقتی وفات عبدالمطلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند سال داشت؟ 10 سال، 8 سال، 15 سال یا اینکه 18 سال؟ وقتی وفات عبدالمطلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند سال داشت؟ جواب شما را قبول میکنم. خب چت را نگاه میکنم که الکی چند نفر جوابی درست گفتند. عزیزов میر محمد جوابی درست گفتید. عبدالله جوابی درست گفتید. احمد جان سلیموف جوابی درست گفتید. در داخل برنامه ما 15 نفر جوابی درست گفتند. بله 8 سال. وقتی وفات عبدالمطلب پیامبر صلی الله علیه و سلم 8 ساله بودند. اینک بیایید میبینیم که به پیش گذشت و بعد از آن میگذاریم به سوال دیگر. احمد در جای اول آمین نه عبدالله محمد علی و علی آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد من شما را تبریک میکنم. خیلی خوب. و سوال 3 کدامی از اینها جزئی نماز نیست؟ سجود، رکوع، خواندن قرآن و یا خواندن حدیث. کدامی از اینها جزئی نماز نیست؟ وریانت ها سجود، رکوع، خواندن قرآن و یا خواندن حدیث. کدامش؟ خب جزئی نماز نیست. بله من جوابی درست را میبینم. احمد جان سلیموف، صدرالدین صالحوف و اکثریت دیگر باز جوابی درست گفتند. خیلی خوب. حسین نیز جوابی درست گفتند. در داخل برنامه 16 نفر جوابی درست گفتند. بله خواندن حدیث در داخل نماز یعنی جزئی نماز نیست. و ما گفتیم امروز سوال های خیلی عادی و آسان را گرفتیم انتخاب کردیم تا که ما و شما توانیم که با آسانی به سوال ها جواب گوییم یعنی که آسانی را فهمیم درک کنیم. تماشابینان عزیز مرحمت لایک مونید، مرحمت به دیگران فرستید نوارم چون من میبینم که زیادتر تماشا میکنند اما
شاید فراموش کردید و از فراموش خاطری لایک نموندید. لایک موندن شما این دعوت کردن دیگران به همین برنامه است. ما و شما اگر که زیاد شدیم، چون که هفته گذشته من گذاشتم، در آینده می توانیم برنامه رو ان شاء الله که زیادتر کنیم، یعنی که زیادتر گذرانیم، شاید در یک هفته 2 مرتبه حداقل، چون اکثریت میخواهند اشتراک کنند، اکثریت میخواهند برد کنند، اکثریت میخواهند معلومات نو پیدا کنند. الله از شما راضی باشد و برای دستگیریتان پاداشی نیک عطا کند. در پیش عبدالله، احمد، ابراهیم، بهادر و عمر، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارند، همچنین صباحت نیست 8 زینه به بالا برآمدید. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. سوال دیگر 4. نام نماز جماعتی که در ماه رمضان میخوانند: فجر، ظهر، مغرب یا تراویح؟ البته که همش درست است، اما نماز جماعتی که مخصوص در ماه رمضان میخوانند. جواب شما عبدالله جوابی درست گفتید. خب احمد جان سلیموف و میر محمد عزیزوف و حسین جوابی درست گفتید. خیلی خوب. بله، بجز یک نفر دیگه باقی همگان جوابی درست گفتند. بله، نماز تراویح. و تا فرا رسیدن ماه رمضان روزهای با شمار مانده است و از این لحاظ ما و شما کوشش های زیاد میکنیم، تیاری میبینیم. واقعا این یک نعمت بزرگ است و الله را دعا میکنیم که به ماه رمضان ما و شما را زنده و سلامت برساند و ما و شما توانیم باز اجر زیاد، چون با این ماه مانند ماه نیست، گیریم. از این لحاظ دعا میکنیم، همدیگر را دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی عمری هر یکی ما را باقی گذارد تا رمضان دیگر نیست اجر و ثواب زیاد را توانیم به دست بیاریم. امین. و بیایید ببینیم که به پیش گذشت. عبدالله، احمد، ابراهیم، عمر، بهادر، آنهایی که در جاهای اول قرار دارید، من شما را تبریک میکنم و هم آنهایی که نوکک داخل شدید، شما نیز میتوانید داخلی برنامه ما شوید اگر خواهید. 95 67 068 این پین کدی ما است، گیم پین. مرحمت نوشته کنید 956 70 68 و داخل به برنامه شوید. و سوال دیگر میگذاریم. وقتی هجرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه همراهش کی بود؟ علی، عثمان، ابوبکر، عمر. وقتی هجرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه همراهش کی بود؟ واریانت ها در پایان: علی، عثمان، ابوبکر یا عمر. جواب شما را قبول میکنیم. خب و 23 نفر در داخل برنامه جوابی درست گفتند. چت را نگاه میکنیم. احمد جان سلیموف جوابی درست گفتند. ابو عبدالله جوابی درست گفتید و اسمت الله حاجیمت و حسین نیز جوابی درست گفتید. تبریک میکنم شما را. بیایید ببینیم که به پیش برآمد. عبدالله، احمد، ابراهیم، عمر، بهادر، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید، تبریک میکنم شما را. سوال 6. نام پدر محمد صلی الله علیه و سلم چی بود؟ ابو طالب، عبدالله، ابوبکر، حمزه. ابو طالب، عبدالله، ابوبکر، حمزه. خب یک کمی حرف اشتباه شده است، باقی نیست، زرد عبدالله است. اینک جواب شما. بیایید ببینیم. خب اسمت الله جوابی درست گفتید. محمد علی جوابی درست گفتید. قدرت الله حسنوف جوابی درست گفتید و در داخل برنامه ما 23 نفر جوابی درست گفتند. خیلی خوب، تبریک میکنم شما را.
در جایهای اول عبدالله، احمد، ابراهیم، عمر و بهادر، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد. تبریک میکنم شما را. سوال 7. سال شماری از روی تقویم مسلمانی از کی؟ از روز تولد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از روز تولد ابراهیم علیه السلام، از روز هجرت محمد صلی الله علیه و سلم و یا از روز پیغمبر اعلان شدن محمد صلی الله علیه و سلم. کدامش درست؟ سال شماری از روی تقویم مسلمانی. جواب درست را میبینم. بله بله بله. مکس فکس جواب درست گفتید. سعید ولی جواب درست گفتید. و میر محمد عزیزوف جواب درست گفتید و 19 نفر در داخل برنامه ما نیز جواب های درست گفتند. بله، از روز هجرت محمد صلی الله علیه و سلم سال شماری، یعنی تقویمی سال شماری مسلمانی نیز آغاز می شود. کی به پیش گذشت؟ احمد، ابراهیم، عمر، بهادر و بخاری، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد. خیلی خوب، تبریک میکنم شما را. به سوال دیگر میگذاریم. با کدام امر قرآن نازل شد؟ نویس، بخوان، اندیشه کن، برسان. با کدام امر قرآن نازل می شود؟ میبینم که همه خیلی خوب و خیلی تیز جواب میدهند. بله، جوابی درست از عطوه اسلام، از میر محمد عزیزوف، صدرالدین صالحوف، بله، و حسین جوابی درست گفتید. خیلی خوب. و 20 نفر در داخل برنامه ما نیز جوابی درست گفتند. بله، بخوان. و آن سوره را حتما که هر یکی شما میداند اقرا، همه میدونند سوره علق. باید میگذاریم میبینیم که به پیش گذشت و بعد از آن باز دوام دهیم. احمد، ابراهیم، عمر، بهادر، آیت الله، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارد. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. و میگذاریم به سوال 9. ابو جهل در کدام محاربه کشته می شود؟ کشته شده بود. محاربه احد، یرموک، محاربه بدر یا جنگ فارس ها. ابو جهل در کدام محاربه کشته شده بود؟ جواب های شما قبول کردم و بیایید میبینیم که جواب های درست گفت. خیلی خوب، میبینم جواب های درست را. یاوان وطنی من، محمد علی جوابی درست گفتید. خب، ابو عبدالله جوابی درست گفتید. حسین جوابی درست گفتید. خیلی خوب و اکثریت جوابی درست گفتید. محاربه بدر، ابو جهل در آن محاربه کشته شده بود. و میبینیم که به پیش برآمد. احمد، ابراهیم، عمر، بهادر، آیت الله، آنهایی که در جاهای اول در جاهای نمایان قرار دارد. من شما را تبریک میکنم. سوال آخران. محمد صلی الله علیه و سلم چند سال اهل مکه را به اسلام دعوت کرده بود؟ 13 سال، 3 سال، 15 سال یا اینکه 63 سال؟ محمد صلی الله علیه و سلم چند سال اهل مکه را به اسلام دعوت کرد؟ از وریانت های پایان کدامش درست است و جواب های شما جواب های درست را نوشته کنید. خب، جواب های درست را من در چت میبینم و در داخل برنامه 19 نفر جوابی درست گفتند. بله، 13 سال. و سید ولی محمود جانوف جوابی درست گفتید. همچنین احمد جان سلیموف جوابی درست گفتید. ابو عبدالله جوابی درست گفتید. عطوه اسلام جوابی درست گفتید. خیلی خوب. و قسمت بهترین برنامه ما، قسمت خوبی برنامه ما آمده رسید و بیایید ببینیم کیها این لحظه و امروز و در قسمت اولی برنامه ما به جاهای نمایان گذاشتند.
جای سیوم عمر تبریک میکنم شما را. جای دو احمد صمیمانه تبریک میکنم و جای اول جای بهترین ابراهیم شما را تبریک میکنم. همچنین بهادر و آیت الله نیز پیش صف بوده در برنامه ما. تبریک میکنم شما را نیز. خیلی خوب و خیلی فعال بودید و در واقع یک رقابتی سالم و رقابتی خوب میان ما و شما بود این لحظه ها و این لحظه ما و شما توانستیم یک چند در یک چند مدتی کوتاه در یک چند لحظه های کوتاه معلومات خوبی دیگر نیز به دست بیاریم. و تماشابینان عزیز من این لحظه قسمت دیگری برنامه را آماده میکنم و تا اون دم شما میتوانید آماده باشید و لایک مانید فراموش نکنید لایک ماندن را زیر نوار. و من احمد ابراهیم عمر شما را تبریک میکنم که شما در برنامه ما برد کردید در قسمت اولش و قسمت دومی برنامه را من این لحظه آماده میکنم و هر یک شما میتوانید اشتراک کنید. و این لحظه قسمت دیگری برنامه ما درباره یکی از سوره هایی که ما و شما طول چند روز است که در شبکه قرآن دستور عملی انسان تماشا میکنیم و در شبکه تلگرامی زمان دانستن و قرآن تاجیک میشنویم درباره سوره ملک است و 130 11 57 نوشته کنید. این رقم گیم پین ما 130 11 57 من در چت انشالله نوشته میکنم. خب اسمت الله خواهش کردند اسمت الله حاجمت چت را نیز خوانید. حتما من کوشش میکنم چت را خوانم حتما. سه جواب درست اول را انشالله گفته بودم که من کوشش میکنم خوانم چون چت من در کامپیوتر دیر دیده میشود از این خاطر من از استفاده تلفن میخوانم. الله از شما راضی باشد. 130 11 57 مرحمت داخل شوید. نوشته کردم 130 11 57. البته 7 نفر داخل به برنامه شدند و ما در قسمت دیگر انشاءالله هر یک سوال را گفته میگذاریم و بعد از گفته گذاشتن سوال شرح آن را از ترجمه معنای قرآن انشاءالله میخوانیم تا که باز هم معلوماتی زیادتر داشته باشیم. خیلی خوب. خب برنامه ما مستقیما این لحظه ها پیشکش شما می شود و شما همان هایی که تماشا میکنید ما را مستقیما به واسطه شبکه قرآن دستورالعمل انسان تماشا میکنید و الله از شما راضی باشد. حتما لایک مانید و ابونه شوید به شبکه ما تا که دفعه دیگر وقتی برنامه ما آغاز می شود بیخبر نمانید و لایک ماندن این دعوت کردن دیگران به همین برنامه چنانی که ما پیشتر گفته گذاشتیم و قسمت دیگری برنامه ما چنانی که من بار دیگر تکرار می شود گفته می گذارم ما تنها از سخنهای از معنای سخنهای الله سبحانه و تعالی آگاه می شویم باقی دیگر چیزی نیست. از این خاطر من خیلی زیاد میخواستم یک سوره را پیش از اون که برنامه را آغاز کنیم معنایش را چون من بارها در برنامه های گذشته چندین سال پیش نیست آن را استفاده کرده بودم. میخوام همان آیت را گفته گذاریم از سوره مائده آیت 44 و بعد از آن آغاز کنیم معنایش را و چون آن را من خود اول از ترجمه معنا میخوانم و بعد از آن از تفسیر روش میسر آن را میخوانیم تا که ما و شما درک کنیم معنایش را. در واقع به نهایت الله سبحانه و تعالی تاکید کرده است و این یک خوشدار برای ما و شما است. در سوره مائده آیت 44 چنین آمده است ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی است نازل کرده ایم. دوام آیت چنین است پیامبرانی که تسلیم فرمان بودند
موافق آن بر آن یهود حکم کردند و نیز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب الله مأمور بودند و بر آن گواهی دادند پس از مردم نترسید، از من بترسید. الله تعالی میگوید بترسید و آیات مرا به بهای اندک نفروشید و هر کی موافق آیاتی که الله نازل کرده است حکم نکند کافر است. این یک ترجمه است و انا همین معنا در تفسیر رویش میسر چنین آمده است: و درستی ما تورات را به موسی پسر عمران علیه السلام نازل کردیم که در آن راهنمایی است که به سوی حق هدایت میکند و در آن روشنی هست که تاریکی های جهالت، شک و شبهه و شهوت ها را روشن میکند. پیامبرانی که اطاعت کننده فرمان پروردگار بودند بنابر آن برای یهود حکم کردند و نیز پرهیزگاران و دانشمندان که به حفظ کتاب الله مأمور بودند و بر آن گواهی دادند، اینها کسانی بودند که در میان یهودیان بر اساس تورات حکم میکنند و خود به آن عمل داشتند و آن را به دیگران تعلیم میدادند. پس پروردگار فرمود: از مردم مترسید، از من بترسید و آیات مرا به بهای اندک نفروشید و هر کی موافق آیاتی که الله نازل کرده است حکم نکند کافر است. این از تفسیری سعدی صفحه 232 آمده است. و به چه خاطر من از این با گفتن خواندن همین آیات برنامه را آغاز کردم؟ چون باری دیگر تاکید میکنم در برنامه ما تنها ما از معنی قرآن کریم را استفاده میبریم و باقی چیزی دیگر نیست. از این خاطر کوشش کنید تا که به دیگران روان کنید نوار ما را، تا که دیگران نیست داخل به برنامه ما شوند، تا که دیگران نیست توانند در آزمون ما اشتراک کنند. برد کردن مهم نیست، بلکه یک غذای معنوی گرفتن است. این وظیفه ما و شما برای امروز انشاءالله. و 130-11-57-28 نفر داخل برنامه ما شدند. من نشان میدهم. بسم الله. خوش آمدید میگویم همانهایی که الکی داخل به برنامه ما شدید. خوش آمدید. خیلی خوب، من اینجا تقریبا 29 نفر رو میبینم که داخل برنامه ما شدند. نه برادر عزیز چراغ علم سوال کردند که ما با حرف ها بعضا نوشته میکنیم چون گاهی میشود که برنامه از جانب بعضی هکرها ویران کرده میشود. از این خاطر ما همه شماره رو در چت نوشته نمیکنیم بلکه اعلان میکنیم. شما همش رو چون شماره نوشته کنید 130-11-57. طرز داخل شدن به برنامه خیلی عادی و آسان است. هر یکی شما میتوانید داخل شوید. من این لحظه باری دیگر نشان میدهم. خب کنار من رو نگاه کنید تماشابینان عزیز. در کنار من اینجا طرز وارد شدن است. کهود نقطه ایت نوشته میکنید و در جایی که گیم پین نوشته شده است 130-11-57 نوشته کنید و در جای نیک نیم تخلص برای خودتان انتخاب کنید و این گونه شما میتوانید بعد برنامه ما داخل شوید و مثل دیگر تماشابینان ما که الکی به برنامه داخل شدند. خیلی خوب. خب طرفدار حق کهود نقطه ایت نوشته کنید و جایی که گیم پین نوشته شده است انمی شماره که ما در چت نوشته کردیم 130-11-57 حتما که می شود داخل شده. حتما که می شود. من باور دارم که من این لحظه نشان می دهم. ببینید کهود نقطه ایت نوشته میکنیم. ببینید
در سطر اول آمده می رسد. در جایی که گیم پین نوشته شده است، گیم پینی که اینجا آمده است 130 11 57 نوشته میکنیم. اینتر را پخش میکنید و در جایی که نیک نیم نوشته شده است نامتون را نوشته میکنید. این برای مثال من خودم نیست داخلی برنامه شدم این لحظه ها و شما ببینید. خب ببینید اینجا من نیست داخلی برنامه شدم، یعنی که من طرزی داخل شدن را برای شما این لحظه نمایش دادم و خیلی عادی و آسان است. خیلی خوب 37 نفر در 38 نفر داخلی برنامه ما هستند. خوش آمدید میگم. چهره های نو رو نیز من میبینم. خوش آمدید شما رو نیز. و ما آغاز میکنیم این لحظه آغاز میکنیم و در دوام برنامه نیست بعضی نفران دیگر نیست اگر خواهید داخل شوید مرحمت شما نیست میتوانید داخلی برنامه ما شدن گیرید. انشالله ما قسمت اول رو آغاز میکنیم. بسم الله. سوال اول: برای شما اگر به الله و روز قیامت امید می‌دارید پرزیدنت سرمشق نکو است یا رسول الله صلی الله علیه و سلم سرمشق نکو است یا پدر پیشوای نکو است یا اینکه مادر نکو است؟ سوره احزاب آیت 21 از آن آغاز کردیم. در جای نقطه جوابی درست را انتخاب میکنید و 28 نفر جوابی درست گفتند. بله. و حقیقتا برای شما ای مؤمنان در زندگی در گفتار و کردار و حالتهای رسول الله صلی الله علیه و سلم سرمشق نکوی است. برای آنان که به الله و روز قیامت امید دارند و الله را بسیار یاد میکنند، پس شما سنت او را بر خود لازم گیرید و شکر الله را در همه حال بجا آورید. و بیهوده نیست که ما از این آغاز کردیم. انشاءالله باز ببینید که همگان جوابی درست گفتند و 28 نفر همان هایی که اشتراک میکنند جوابی درست گفتند و در چت نیست جوابی خطا تقریبا که نیست و همه جوابی درست گفتید. از این رو من چت رو نیست نخوندم. بیایید میگذاریم به میبینیم که به پیش برآمد و میگذاریم به سوال دیگر انشاءالله. مریم در جای اول، عبدالرحمن، عبدالله، همیرا، آیت الله آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد. سوال دو: آن که مرگ و زندگی را بیافرید تا بیازمایدتان که کدام یک از شما به عمل نکوتر است، از شما با کبر و غرور است، از شما در عمل بدتر است، از شما غیبت کارتر است. کدام جوابی درست است؟ این از سوره الملک آیت 2 گرفته شده است. آن که مرگ و زندگی را آفرید. بله. و 19 نفر جوابی درست گفتند از شما به عمل نکوتر است. بیایید میخوانیم اون آیت رقم 2 سوره ملک را و این سوره را ما قریب که اکثریت شما که گوش کرده چون در شبکه ما 2 بار ما استفاده کردیم. یک چند هفته پیش با نوار ثبتش را استفاده کردیم و چند روز پیش با تجویدشان را پیشکش شما کرده بودیم. چون این آمده است: آن که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را ای مردم بیازماید
که کدام یک از شما نیکو کردارتر، خالصتر و درستتر است و اوست، یعنی الله پیروزمند توانا که او را چیز ناتوان نخواهد کرد. بخشنده است برای کسی که توبه کرده است. این ترجمه معنای آیت 2 سوره 67 الملک. و بیایید ببینیم که به پیش برآمد. عبدالله، عبدالرحمن، آیت الله، عمر، حمیرا، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارد، و محمد علی در محمد علی نیست و جاهای پیش برآمدند. قرآن کریم در چت ما جوابی درست گفتند. اسمت الله حجماتف جوابی درست گفتید. خیلی خوب. حافظ قرآن تیوی نیست جوابی درست گفتید. تبریک میکنم شما را. و سوالی دیگر میگذاریم. سوال 3. الله آسمان را چند طبقه آفرید؟ و سوره ملک آیت 3 نگرید. 11 آشیانه، 7 طبقه، 11 طبقه یا اینکه 112 طبقه. الله آسمان را چند طبقه آفرید؟ سی دو نفر جواب گفتند در داخل چت ما و ماشاءالله من میبینم که 3 جان جوابی درست گفتند. صبر انشاءالله صبر جوابی درست گفتید. خدیجه دولت و جوابی درست گفتید و 31 نفر در داخل برنامه ما جوابی درست گفتند. همگی کمترین ها، همگی یک نفر، یعنی 3 نفر در شاید اونها نیز جوابی درست میگفتند ولی از خطا شاید که دیگر رمز را، دیگر رنگ را زیر کردند یا پخش کردند و 31 نفر جوابی درست گفتند. بله. در سوره الملک آیت 3 معنایش را میخونم. آن که 7 آسمان را طبقه طبقه یعنی بالای هم آفرید. در آفرینش الله مهربان هیچ خلل و کمبودی نمیبینی. باز نگر، آیا هیچ نقصان و شکافی در آن میبینی؟ سوال آمده است و ماشاءالله همه جوابی درست گفتند. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. و حتما اونهایی که نوکر واردی برنامه ما شدید لایک مانید و میتوانید در ثواب شیستوهای خودتان نوا را تقسیم کنید به دیگران نیز فرستید. اگر آبونه نشده باشید حتما آبونه شوید به شبکه ما. بیایید میبینیم که به پیش برآمد. عبدالله، عبدالرحمن، آیت الله، حمیرا، سباحت آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد و ابراهیم نیز 4 زینه به بالا برآمدند. من شما را تبریک میکنم. خیلی خوب. سوال 4. هرگاه که گروه در آن انداخته می شوند، یعنی در جهنم، نگهبانانش از آنان می پرسند آیا قانون دموکراسی را ویران کردی؟ آیا فرمان رئیس را نشنیدی؟ آیا بیم دهنده به سراغتان نآمد؟ آیا پاره ندادی؟ کدامش درست است؟ از جوابهایی که در پایان شما نوکک شنیدید. سوره ملک آیت 8. 30 نفر جواب گفتند و خیلی خوب و 27 نفر جوابی درست گفتند. در چت ما میر محمد عزیزов جوابی درست گفتید. خیلی خوب. بهادر اشارov جوابی درست گفتید. سعید جان نیست جوابی درست گفتید. بله. آیا بیم دهنده به سراغتان نآمد؟ 1 نفر گفتند که جواب اول را انتخاب کردند. میبینید شما. 3 نفر گفتند که آیا پاره ندادی؟ الله پاک است. و 2 نفر گفتند که فرمان رئیس را نشنیدی. و باید میخوانیم چگونه آمده است در آیت 8 سوره ملک. از شدت خشم نزدیک است که دوزخ بر کافران پاره پاره شود. هرگاه که گروهی از آدمان در آن دوزخ انداخته می شوند، فرشتگان نگهبان آن دوزخ از آنها می پرسند آیا بیم دهنده به سراغ شما نیامد که
از این عذاب شما را بیم نماید. این از تفسیر طبری جلدی 23 صفحه 510 آمده است. و الحمدلله خیلی خوب و اکثریت جوابی درست گفتند. در چت نیست، اکثریت جوابی درست گفتند. و بیایید میبینیم که به پیش برآمد. عبدالله، عبدالرحمن، آیت الله، عمر، بخاری و 5 زینه بالا فارس نیست برآمدن. شما را تبریک میکنم. خیلی خوب. سوال 5. اگر ما میشنیدیم یا میکردیم اهل این آتش سوزنده نمی بودیم. اگر ما میشنیدیم یا عقل میکردیم، یا اینکه اگر ما میشنیدیم یا میدیدیم، یا اینکه اگر ما میشنیدیم یا دروغ میکردیم، یا اینکه اگر ما میشنیدیم یا سبقت یا پیشروی میکردیم اهل این آتش سوزنده نمی بودیم. کدامش درست است؟ بله درست. و 5 نفر جوابی درست گفتند. اگر ما میشنیدیم یا عقل میکردیم اهل این آتش سوزنده نمی بودیم. یا تعقل میکردیم، چون این آمده بود در سوره الملک. اگر ما میشنیدیم یا عقل میکردیم یعنی تفکر میکردیم اهل این آتشی سوزنده نمی بودیم. کافران میگویند در روز جزا، در روزی که در روز رستاخیز. و در آیت 10 سوره ملک چنین آمده است: و کافران گویند اگر ما در دنیا به شنوایی قبول میشنیدیم یا فکر میکردیم، عقل میکردیم، مثل حق طلبان امروز در زمره دوزخیان نبودیم. از تفسیر طبری. و در ترجمه دیگر چنین آمده است: و کافران میگویند اگر ما میشنیدیم یا عقل میکردیم اهل این آتشی سوزنده نمی بودیم. این از آیت 10 سوره الملک است. و همگی 5 نفر جوابی درست گفتند. چون واقعا من میدونم که این یک کمی مشکل تر است، اما اینقدر مشکلی بعد هم نیست. من فکر میکنم که اکثریت جوابی درست گفتند و من در چت میبینم سعید جان جوابی درست گفتند. میر محمد عزیزوف جوابی درست گفتند. مسلم ابراهیموف جوابی درست گفتند. خیلی خوب، جوابهای درست رو من میبینم. و بیایید ببینیم که به پیش برآمد. عبدالله، عبدالرحمن، آیت الله، دلشاد و نورعلی نامهای نو را نیز من میبینم. این خیلی باعث خرسندی است. سوال 6. و کافران میگویند اگر راست میگوید این وعده یعنی وعده قیامت چه زمانی است؟ کدام از این جوابهای پایان بوده درست است؟ بعد 2 عصر سال 2022 علم آن نزد الله است و من بیم دهنده آشکارم. علم آن در نزد عالمان کیهان شناس است. کدامش درست است؟ و میگویند اگر راست میگوید این وعده قیامت چه زمانی است؟ بله 26 نفر جوابی درست گفتند. و کافران میگویند ای محمد صلی الله علیه و سلم و ای مؤمنان به ما خبر دهید و روشن سازید اگر راست میگویید این وعده قیامت چه زمان است؟ و در جواب در آیت دیگر می آید بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم علم قیامت تنها نزد الله است و من فقط هشدار دهنده آشکار هستم و از عاقبت کفرتان شما را بیم می دهم و برای شما آنچه را که الله تعالی ما را به بیان آن امر نموده است بیان می کنم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بیم دهنده آشکار برای اهل
آدمیت آمدند برای ما و بیم دادند و گفتند اما علم کامل همه در نزد الله هست و چی وقت است روز قیامت؟ چون این سوال را مشرکان قریش نیز میدادند و از جانب الله سبحانه و تعالی آیت ها نازل شد و این گونه جواب نیز آمد و اکثریت جوابی درست گفتید. خیلی خوب و رقابتی خوب است و بیایید ببینیم که به پیش برآمد. عبدالله، عبدالرحمن، آیت الله، عمر، صباحت و صالح نیز به 5 زینه به بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. به سوال 7 میگذاریم. بگو اوست که شما را آفریده است و گوش و چشم و چی داده است؟ پایها، دستان، دل، بینی. بگو اوست که شما را آفریده است و گوش و چشم و داده است. چه اندک شکر میگذارید؟ سوره ملک آیت 23. جواب پای شما را قبول میکنم. من بعضا فراموش میکنم که چت را نیز نگاه کنم. الله پاک است. SSR جوابی درست گفتید. خیلی خوب. وطن تیجه جوابی درست گفتید. احمد جان سلیموف نیست جوابی درست گفتید. خیلی خوب و 22 نفر در داخل برنامه نیست جوابی درست گفتند. بله چنین است. بگو ای رسول او ذاتی است که شما را نخستین بار آفرید بعد از آن که چیزی نبودید و در عدم در نیستی قرار داشتید و برای شما گوش داد تا با وسیله آن بشنوید و چشمان داد تا با وسیله آن ببینید و دلها را قرار داد تا با وسیله آنها در مخلوقات الله بیندیشید. اما شما ای کافران اندک سپاسگزاری میکنید یا کم سپاسگزاری میکنید. به این معنا است. و کمترین ها جوابی خطا گفتند. اکثریت جوابی درست گفتید. اما وقتی که ما تفکر میکنیم، اما وقتی که ما اندیشه میکنیم، ببینید که هزارها سال زیادتر وقتی که قرآن نازل شده بود به آن سوال هایی که ما امروز ما و شما میدهیم جواب نیز آمده بود و این است یک معجزه کتاب الله که ما جواب ها را هر وقت در هر وقت و زمان از قرآن کریم می جوییم و می یابیم. اما اگر اهمیت دهید امروز اکثریت مردم عادی، اکثریت مردم عامی خودشان به خودشان این سوال رو می دهند، شک می آورند یا اینکه بعضی از نادانی به دیگران نیز سوال می دهند و همین مانند سوال ها رو می دهند. اما ببینید که در قرآن کیها جواب به همان سوالی که امروز در ذهنشان پیدا شده است آمده است و در این مورد خیلی زیاد است، آیات های زیاد است و در دیگر مورد هایی که ما فکر میکنیم، اندیشه میکنیم و خودمان به خودمان سوال میدیم یا به عالمان سوال میدیم، به اون سوال ها جواب کیها الکی آمده است که این یک معجزه است، معجزه الله که در کتاب خودش در کتاب قرآن نازل شده است. و بیایید میبینیم که به پیش گذشت و بعد از آن به سوال دیگر گذاریم. عبدالله، عبدالرحمن، آیت الله، عمر، صباحت و اتوی اسلام نیست 6 زینه بالا بر آمدید. من شما را تبریک میکنم. خیلی خوب. سوال 8. بگو اوست که شما را در زمین آفرید و در آسمان بالا کرد و در قیامت نزد او جمع آورده می شود و سیر کنید و گناه جمع کنید. کدامش جوابی درست است؟ وریانت های خودتان را پیشنهاد کنید. وریانت ها پایانه هست و بگو اوست که شما را در زمین آفرید و در آسمان بالا کرد قیامت نزد او جمع آورده می شود سیر کنید و گناه جمع می کنید. و 20 نفر جوابی درست گفتند. خیلی خوب. صبر انشالله جوابی درست گفتید. خیلی خوب.
احمد جان سلیمов جوابی درست گفتید. سعید جان نیست جوابی درست گفتید. و بیایید یک چند لحظه فاصله کنیم. اینجا سوال ها میبینم که در چت من بیخبر موندم. الله ما رو ببخشد. خب دلی نوالکوف اینجا نوشته کردند که همین برنامه رو زود زود تشکیل کنید بهتر می شود. انشاءالله ما گفتیم انشاءالله عین حال خودتان بینید. خودتان ببینید که چند نفر ابونچی داریم برادر عزیز، اما چند نفر تماشابین داریم. این از آن شهادت میدهد که الله نگه دارد. در تقسیم کردن چنین برنامه ها ما و شما یک کم دست کوتاهی میکنیم، یا اگر وزنی‌تر گویم بخیلی میکنیم. از این خاطر وقتی گفتیم تنها ما از سخنهای الله را امروز آماده کردیم و تنها سخنهای الله را گفته میگذاریم، اما شنیدن سخن الله امروز به ما و شما مشکل شد. چون اگر دیگر برنامه باشد، چون اگر یک برنامه های سیاسی باشد، ببینید تماشابین زیاد تماشا میکنند، یا برنامه های بیکاری باشد تماشابین زیاد میبیاید. این برنامه ما مستقیما است، این برنامه ما زنده است. ولی اما افسوس خود ما و شما شاهد هستیم که چقدر تماشا میکنند. از این خاطر انشاءالله در آینده نزدیک باوری کامل دارم که آنهایی که دوست دارند، آنهایی که مخلصند، آنهایی که شنیدن سخن حق در هراس نیستند، آنها انشاءالله زیادتر میشوند و ما کوشش میکنیم در همان وقت برنامه را زیادتر تشکیل کنیم و پیشنهاد شما کنیم انشاءالله. تشکر برای گفته هاتون، تشکر برای پیشنهادتون. الله از شما راضی باشد. و باز اینجا نوشتند که مشوره کنیم که آگاه نیست برنامه گذارانیم از جانب احمد جان سلیمov آمده رسیده است. الله از شما راضی باشد. انشاءالله ما کوشش ها میکنیم و شما نیز کوشش ها کنید، شما نیز به ما کمک کنید تا که ما توانیم این گونه برنامه ها را زیادتر گذرانیم. و نقشه های دیگر هم داریم، نقشه های دیگر داریم که شرحی همین گفته ها یا شرحی سوال ها را از جانب عالمان جوان پیشنهادتان کنیم. اما تا اون وقتی که ما صفمون کم است، یعنی امکان ندارد. انشاءالله ما دیده میبرایم و حتما که در آینده نزدیک مثل که شما گفتید این گونه برنامه ها را آماده میکنیم، پیشنهادات ها میکنیم. و بیایید ببینیم کی به پیش برآمد و کی برد کرد. سوره الملک آیت 24 ببخشید گفته میگذاریم کوتاه و بعد از آن میبینیم که به پیش برآمد. بگو او ذات است که شما را بیافرید و در زمین پراکنده ساخت و بعد از این پراکندگی برای حساب و جزا به سوی او گرد آورده می شود. یعنی شک نیست این وعده الله است. الله که آفرید، الله باز جمع می کند و روز جزا، روز قیامت ما و شما همه بیدار می شویم و این وعده الله است و باری دیگر میگم شک در این نیست. اکنون میبینیم که به پیش برآمد. عمر، صباحت، عبدالله، همیرا، عبدالرحمن، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید، تبریک میکنم شما را. خیلی خوب، رقابتی خوب است. و سوال نه، سوره ملک از چند آیت عبارت است؟ 67 30 12 26. سوره ملک از چند آیت عبارت است؟ اینک جواب درست را از مهر نیسا شورو ندیدم. عزت الله حاجی معطوف دیدم. SSR جوابی درست گفتید. سید ولی نیست جوابی درست گفتید. و داخلی برنامه نگاه میکنیم که 13 نفر جوابی درست گفتند. بله، از 30 آیت عبارت از سوره ملک. و شما میتوانید همین سوره رو در شبکه تلگرامی ما ثبت MP3 اش را گوش کنید و ویدیویی اش را میتوانید در شبکه یوتیوبی ما تماشا کنید.
ترجمه معنا است و خیلی خوب هم حافظ قرآن خیلی خوب نیست قرائت کرده است. در جای اول عمر، عبدالرحمن، عبدالله، آیت الله، احمد، آنهایی که جایهای نمایان را سزاوار شدید. و سوال آخر، سوره ملک در کجا نازل شده است؟ در مدینه، در کوهساران، در مکه و یا در مزاران؟ سوره الملک در کجا نازل شده است؟ SSR جوابی درست گفتید. میر محمد عزیزов جوابی درست گفتید. اسمت الله حاجیمتov جوابی درست گفتید. احمد جان سلیمов جوابی درست گفتید. خیلی خوب. اکثریت جوابی درست گفتند و 17 نفر در داخلی برنامه ما نیست. جوابی درست گفتید، ولی در مکه نازل شده است و از 30 آیت است و سوره رقمی 67 است. قسمتی خوبی برنامه ما آماده رسید، قسمتی که ما و شما دوست می‌داریم، قسمتی که معلوم میکند که به پیش برآمد و بیایید ما نیز این لحظه می‌بینیم. دانش و سنجش جای سیوم عبدالرحمن، تبریک میکنم شما را عبدالرحمن. جای دو عبدالله، صمیمانه تبریک میکنم. و جای اول، جای بهترین نصیبی عمر گشت. تبریک میکنم. نام های نو را نیست میبینم. عمر در جای اول، احمد شاه و آیت الله نیست در جای های نمایان قرار داشتند. تبریک میکنم. باری دیگر تبریک میکنم آنهایی که جای های نمایان را سزاوار شدید. تماشابینان عزیز، تشکر. الله از هر یک شما راضی باشد و برای دستگیریتان، برای آن که این لحظه در برنامه ما اشتراک کردید و لایک ماندید و در علاهیدگی تشکر خود را به آنهای میگویم که آبونه شدید و توانستید به دیگران نیز نوا را روان کنید. به هر یکی شما آنهایی که در برنامه ما اشتراک کردید و غالبان برنامه ما، و باری دیگر عبدالرحمن، عمر، عبدالله را نیز تبریک میکنم. واقعا یک رقابتی خوب بود و واقعا یک برنامه خوب بود و تشکر زیاد به شما که شما امروز در برنامه ما اشتراک کردید و ما توانستیم این برنامه رو پیشنهادی شما کنیم. و انشاءالله باز روز شنبه ما برنامه را هفته آینده انشاءالله که آماده میکنیم و برای شما پیشنهاد میکنیم. نواری ثبت این برنامه رو ما در شبکه یوتیوبی قرآن دستور عملی انسان جای میدهیم. مرحمت به نزدیکانتان، به برادرانتان، به آنهایی که شما آنها را دوست میدارید روان کنید. و باری دیگر تکرار میکنم، چون همیشگی هر چیزی که ما برای خودمون دوست میداریم میبایست که برای نزدیکان خودمان آن را دوست داریم و این یکی از خصلت‌های بهترین ما و شما است. از این خاطر روان کنید تا که در هفته دیگر در برنامه ما آنها نیز اشتراک کنند و ما کوشش میکنیم سوالهای عادی و آسان را انتخاب کنیم و حتما نوارهای گذشته ما را نیز تماشا کنید و دستگیری کنید، چون ما بعضی سوالها را از نوارهایی که پیشکی در برنامه خودمان در شبکه خودمان جای دادیم از آن استفاده میکنیم. الله هر یکی شما را، اهل پیوندان شما را در پناه خودش نگه دارد و از کل بیماری ها نجات بخشد تا با خوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش می رویم.
الله تعالی می فرماید کاری نیکو کنید تا رستگار شوید. سوره حج آیت 77. از ابن عمر رضی الله عنه روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود مسلمان برادری مسلمان است، بر او ظلم نمی کند و او را به دشمنش تسلیم نمی نماید. کسی که در صدد یعنی نیت برآوردن حاجت برادرش باشد، الله تعالی در صدد برآورده ساختن حاجت اوست. و کسی که گره کار مسلمان را بکشاید، الله بر عوض آن در قیامت مشکلی از مشکلاتش را میکشاید. و کسی که عیب مسلمان را بپوشد، خداوند در روز قیامت عیب او را میپوشاند. کتاب ریاض الصالحین حدیث تحت رقم 244. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ای پیامبر، چرا چیزی را که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنود ساختن زنانت بر خود حرام میکنی؟ و الله بخشاینده و مهربان است. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله برای شما کشادن سوگندهایتان را مقرر داشته است. الله یاور شما و اوست دانا و حکیم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. آنگاه که پیامبر با یکی از زنان خود راز در میان نهاد، چون آن زن آن راز با دیگر باز گفت، خدا پیامبر را از آن آگاه ساخت و او بعضی از آن راز را بر آن زن آشکار کرد و از افشای بعضی دیگر روی تافت. چون او را از آن خبر داد گفت، چی کسی تو را از این ماجرا آگاه کرده است؟ گفت، آن خدای دانای آگاه به من خبر داده است. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اگر شما دو زن توبه کنید بهتر است، زیرا دلهایتان از حق باز گشته است. و اگر برای آزارش هم دست شوید، الله یاور اوست و نیز جبرائیل و مؤمنان شایسته و فرشتگان از آن پس یاور
خواهند بود. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. شاید اگر شما را طلاق گوید، پروردگارش به جای شما زنان بهتر از شمایش بدهد، زنان مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه کننده، عبادت کننده، روزه گیرنده، خواه شوهر کرده باشد، خواه باکره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ ها هستند نگه دارید. فرشتگان درشت گفتار و سختگیر بر آن آتش موکلند، یعنی وظیفه دارند. هرچه الله بگوید نافرمانی نمی کنند و همان می کنند که به آن امر شدند. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ای کافران، در آن روز عذر مخواهید، فقط برابر کاری که کرده اید جزا داده شوید. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ای کسانی که ایمان آورده اید، به درگاه خدا توبه کنید. توبه از روی اخلاص باشد که پروردگارتان گناهانتان را دور کند و شما را به بهشت های داخل کند که در آن نهرها جاری است. در آن روز الله پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده اند خوار و زار نکند و نورشان پیشا پیش و سمت راستشان در حرکت باشد. می گویند ای پروردگار ما، نور ما را برای ما به کمال رسان و ما را ببخشای که تو بر هر کار توانا هستی. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر. جایگاهشان جهنم است که بد جایی بازگشت است. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله برای کافران مثال زن نوح و زن لوط را می آورد که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خیانت کردند و آنها نتوانستند از زنان خود دفع عذاب کنند و گفته شد با دیگران با آتش درآید. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. و الله برای کسانی که ایمان آوردند زن فرعون را مثال می آورد آنگاه که گفت ای پروردگار من برای من در بهشت نزد خود خانه بنا کن و مرا از فرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم ظالم برهان. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. و مریم دختر عمران را که شرمگاه خود را از زنا نگاه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم و او کلمات پروردگار خود و کتابهایش را تصدیق کرد و او از فرمان برداران بود. پایان سوره 66 تحریم.